یه داستانی رفیق یکی برام تعریف کرد، برای شما هم تعریف کنم، قشنگه. گفت یه رفیقی داشتم، این خیلی بچه آرومی بود، همیشه با آرامش صحبت میکرد. میگفتم عجب آدم آرومیه، این چقدر وجدانش آسوده، چقدر آدم درستیه. گفت رسید به یه روزی که برای من یه مشکلی پیش اومد. بهش گفتم رفیق من یه مشکلی برام پیش اومده، کمکم میکنی؟ گفت آره بابا، ما عهد رفاقت بستیم، فکرشو نکن، کمکت میکنم، پشتتم. دیگه این رفت، دیگه ما این اصلا ندیدیم. تا چند ماه بعد دیدمش از کنار خیابون داشت میرفت، همونجوری با همون آرامش یه دستی به ما بلند کرد و رفت. دیگه اونجا فهمیدم آرامش خیلیا به خاطر داشتن وجدان نیست، به خاطر نداشتن وجدانه. از بی وجدانی آرومن. یه جایی رفیق میفهمی از هیچ کسی باید کمک دیگه نخوای. این عهد بستنه و این رفاقت خیلی جاها کشکه. گفتی ببند عهد و به من اعتماد کن. لعنت به عهد بستن و نفرین به اعتماد. این زخم خورده را به ترحم نیاز نیست. خیر شما رسیده به ما، مرحمت زیاد. هر کی میگه عاشق و بیقرارتم دروغه، هر لحظه باگه یه در انتظارتم.